ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی سلامی قدسی بر روح پاکت محمدی امی خوشا کنم من جانم فدایت محمدی امی سلام قدسی بر روح پاکت محمدی امی خوشا کنم من جانم فدایت محمدی امی ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی. سلام علیکم به همه برادرها و همه مخلصان شبکه خزینه معرفت. امیدوار هستم که هر گوشه و کنار دنیا باشید، وقت خوش و زندگی خوب و آسوده داشته باشید. راستی فکر میکنم ولی بسیاری ها میگن که شروع در اگون شب نشینه خیلی که در اگون خلاص هر خیلی فکر میکنن. نه دوستانی عزیز، من این فنری که دیدین برای کچس و ویدیو خوب اومدن، فنری که در پیش میموندگین و برای ساختن کلیپ، یعنی که یعنی گفته گپا اگون جای خوب یافتن در کار. با همین خاطر نه این چیزی که دیدین، نه اپاراتی که دیدین، نه اپاراتی که دیدین، این برای یک کچسوره خوب تر کردن. با همین خاطر هر گمونی بد نبرین. انشاءالله که ای گفته الله و ای گفته پیامبر انشاءالله که بیرون نمیبرین. به همین خاطر انتظار باشه نوارای آینده را. انشاءالله بر روزای نزدیک یک نشید بهترین انتخاب کردگیم با کلیپش پیشکشی شما میگرده. خلاص انتظار باشه و در حق ما بودا باشه. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشه. شبکه خزینه معرفت، نشیدهای بهترین، قرائتها با صدای قاریهای شیرین صدا، بهر ما و شما ای هموطنان عزیز.